زایمان طبیعی و کودکانی سالمتر. گزارشی ببینید از بیمارستان 100 تخت خوابی شهر خدابنده در استان زنجان، جایی که با داشتن اتاقهای اختصاصی زایمان طبیعی میزان این نوع زایمان را به 75% رسانده، یعنی رسیدن به استانداردهای جهان. آمارها نگران کننده شده بود. مسیری در خلاف جهت سلامتی، آمارهایی که هر سال بیشتر هم می شدن. وقتی در سال 90 یعنی 5 سال پیش مشخص شد از 1,300,000 نوزادی که در کشور متولد شدن 53% با سزارین و 47% با زایمان طبیعی به دنیا اومدن، عزمها برای معکوس کردن این آمار جدی‌تر شد. اینجا تهران نیست، هیچ شهر بزرگی نیست. اینجا بخش زایمان طبیعی در بیمارستانی 100 تخت خوابی در یک از شهرستان‌های ایرانه، با مردمی ساده و آروم. در واقع اون چه امروز من رو به اینجا میکشونه وجود بالاترین آمار زایمان طبیعی کشور در این شهر. 75% مادران اینجا از طریق زایمان طبیعی وضع حمل میکنن و این یعنی رسیدن به استاندارد جهانی در شهری کوچک به نام خدابنده در استان زنجان. اینجا در واقع سیستمی که هستش سیستم LDR هستش. سیستم LDR سیستمی هستش که کاملا حریم مادر حفظ میشه، به این دلیل که مادر یک اتاق اختصاصی داره با وسایل تجهیزات اختصاصی. در واقع نکته این هستش که چون اتاق تکیه، مادر میتونه همراهش باهاش باشه در پروسه زایمان، کاهش استرس مادر در واقع کمک بکنه. LDR یا لیبر دلیوری روم یعنی اتاق اختصاصی زایمان طبیعی. در یک سال گذشته 800 تا از این اتاق‌ها در بیمارستان‌های دولتی سراسر کشور ساخته شدن که 12 تاش در این بیمارستانن. زایمان قبلی‌ها چطور بود؟ سخت بود؟ خیلی سخت. این دفعه حتما خیلی راحت‌تره. حالا نزدیک 3 ساله که زایمان طبیعی در ایران رایگان شده. در این مدت 1,500,000 مادر به طور رایگان در کشور زایمان کردند. این رایگانی زایمان طبیعی در کنار ساخت LDR ها در بیمارستان‌های دولتی و در کنار اونها به کارگیری 2000 ماما و کاهش تعرفه سزارین باعث شدن امسال 6.5% از تعداد سزارین ها در ایران کاسته شده و زایمان طبیعی جای اون رو گرفته. حتی نرخ رشد مواليدمون هم 4.5% بیشتر شده. زایمان طبیعی کردم. خودت راضی نبودی سزارین بشی؟ نه اصلا. زایمان طبیعی؟ بله. راحت بودی زایمان؟ بله خیلی. زایمان بعدی ایشالله اگه داشته باشی میخوای طبیعی باشه؟ بله. چرا؟ چون طبیعی از عمل بهتره. انشالله اگر بچه سومم بخوای بیاری زایمان طبیعی میکنی؟ من. البته سزارین خود اقدامی درمانیه که گاهی نجات بخشه، اما در موارد نابجا سلامت مادر و کودک رو مثل زایمان طبیعی تامین و تضمین نمیکنه. حالا تصمیم سازان سلامت کشور به گونه‌ای عمل میکنن که اگر شاخص سزارین در بیمارستانی در هر سال کمتر نشه، اعتبارات اون بیمارستان کاهش پیدا میکنه. انشالله به آمار استاندارد 75% زایمان طبیعی و 25% سزارین در همه جای کشور برسیم. آثار خوب افزایش زایمان طبیعی در رشد جمعیتمون و داشتن نسلی سالم در سالهای آینده بیشتر مشخص میشه.